تشکر زیاد برادر عزیز. برادر در اینجا یک گپ اخیمسخان برون بعد میگم. بله اخیمسخان برون میبرم برادر. همین هر یک برادری که آزادی وطن شما میخوان دیسیویت که آزاد زندگی کنن، یک صاحب کار در نزد زن فرزنداشون پدر مادرشون باشن. همین میبینید شما زندگی اون زندگی وطن که تاجیکستان چه خیلی پسته، چه خیلی ظلمه، همین پروبلم‌ها هست. شما تا وقتی که هر یک شما برآمده یگان کار خود شتوته یگان کار که نکنید یک پیشروی نکنید یک دستگیری اساس نکنید همین رژیم بدبختانه همین بین نرو کو با الله قسم روز برو بچیسته یگان کار خیلی شما هر یک نکنید کو یک دیگرتون اوینیت نکنید جامعه برن اوینیت نکنید برادر بزن برا اون دیگه ефир типа خیلی گپ بود نباشه смотри что ты можешь сделать вот ты чего когда был ты да иже بله یک از دیگه گناهگار نکنید هر یک که میبروین باید ما باید چیکار کرده باید ما خودم بتونم چیکار کرده تو باید یگان کاری باید خودت کنی یک برادر دیگه تا نگاه نکن تو وقتی اوور نه اسکرین رو یک کار میکنی برادر دیگه میبینه او دیسویت نه و ما خفایت میره هر یک تا شما میبروین باید خودتون یگان باید هم کاری کنین خودتون کنین یک از دیگه رو نگاه نکنین بله برادر عزیز تشکر زیاد. اینجا در استودیو آدم ها زیاد هم چند کسان میگه زنده باشین وقت نمیگم زنده باشین میخوام فکر نظر دیگران رو هم بگیریم ان شاء الله. 100% لایک رو بزنید یگان اومده خیلی چی نشید بزنید لایک رو بنویسین распространять کنین دستگیری کنین برادر подписаться کنین پول خود период آباد باشی برادر تشکر زیاد. خب اینجا راست گفت برادر عزیز. کسانی که ما مجبور نیستیم برادر عزیز نگاه کنید می اسلام هم مجبوری نیست، دینی مجبوری نیست که تو مجبور باید بیا قبول کنی. بیا ببین محقل شید آبونه شد بمون لایک نه مرحمت پیش رحمانوف یگان مشکلی نداره. من خواهش من همینه که اگر زندگی خوبه میخواهی دستگیری بکنه انشاءالله یک کار میکنیم. ما برنامه داریم کار داریم انشاءالله یک کار میکنیم همین سال. و همین خاطر کسانی که میخواهی دستگیری بکنه دبر ما باشه وطن دوست باشه بخوای برای مردمت یکان کار بکنی برای برادرای زندانی برای مادرای بیسوید برای فرزندای معیوب برای زنای بیخانه اگر بخوای یگان کار بکنی بیای ما را دستگیری بکنی برادرای عزیز. این زیاد نه. خب برادران عزیز اینه مرد باشی بردار. خب بیا مرد باشی بردار کو بیا سلام علیکم بفرما. مرد مینه برداشته مت کو میکروفون تا که بفرما. خب مرد ما میبردارین تو بو گپ نمیزنه و چیکارت کنه مخی مرد باشی بردار. پیشابی میلاد سلام علیکم برادر گیرومی قدر من خواهش مینم تحقیر همین چیز نسبت رحمانوف درست بنویسه پیشوای میلاد بنویسه. سلام علیکم برادر تحقیر نکه او را تو انتخاب نکرده او را مردم انتخاب کرده اگه تو تحقیر نکه چی با تحقیر میکنی؟ پیشوای میلاد چی با مینویسی آخی؟ پیشوای میلاد نویسگیم تو خونده میتونی کارا دکو نمیدونی خونده را نمیتونی تو گوش که زور من نگیر نه همین رو میتونم من اسکرین شات کنم همین اکران نشون کیم که آخه پیشوای میلاد نویسته. گوش که برادر گوش که من درباره یک کلمه و یک حرف قایت بحث کنی نیستم تو میخوای اگر که قطعی من کرات بفهمی اینا گوش که من قایت کرات نه کرات نمیفهم نه بس تو من همجا برو اومدی گفتی که تو کرات نمیدونی تو میدونی. نمیدونی چی به امروز اما جواب بس ندادی من ها در لباس سوالی تو والله قسمه در پیشم یگان نمودی ابی تبلیت امنجنی نیستای به خدا اها قسمه یک تلفن اها دارم با داشت دیگه اکران شای نه ببینم کی سنیت کی اکران شای نه ببینم سنیت کی تو اها من هوای کنی بونه چند بود که شی من گپ تلفن زد من نگه دارم سوال من کن لباس سوال کن سوال تیمی گوش کن لباس ها سوال تیمی جواب میتیم تو فقط چهره اها تا تو فقط من چهره چهره تا پیدا نمیزنم من در خونه خوبم مردم خوبه من در پشمتی شورت تیک گفتم ایوب. خب مرد باشی بردار. سلام علیکم یه بار دیگه بیا میکروفون تا که بفرما.
خب نیستی خیلی نون تو نمیگیرن. دلیل سلام علیکم، شما میکروفون تو نهوی کنه بفرمایید. دلیل سلام علیکم. صوتی خوبی تنجا آرمان برادر. الحمدلله خوبه ای بفرمایید. پیتو خوی برادر، ای پیتو خود دروش را کشود نمیکنم. فهمیدی چون میکنی را ماجی همش نومردن برادر. یورا فقط میخوای میگویی برادر تمام یعنی برادر عزیز، مردار من بوشن. خواهش میکنم همین شپاشب نگه التماس در شما مرم. من خواهش میکنم که که دیدی برادران رو عزیز پیتو خدمتی یک برادر که نشانت نومرد میکشد را. برادر عزیز یک دقیقه دقیقه مرم. خواهش من همینه که یک آدمی که اگر طرفدار رحمانوف هم باشه باید با وی خیلی دشنام تحقیر نکنه. برادر ما همه که برادر الماس پروست رحمانوف این همه فهم میکنه که رحمانوف ولاست بود منه کار میکنه که من برام خطی گلایف بزنم، خطی اونو دید برام بزنم، خطی نمیدونم اسفندیار برام بزنم، خطیت دیگهش رحمانوف ولاست بود منه. این چیز یک بار استفاده بود، دیگه بار کردنیه. به همین خاطر برادر عزیز باید ما در این فتنه داده نشیم. ما یگان مشکلی به مردم نداریم. ما یک مشکلی مردم یک مشکلی داره که رئیس جمهور باید بروه. این همین مشکلی ما، دیگه یگان مشکلی در تاجیکستان نیست. همین رحمانوف ایواز شواز سخت زندگی شما اگر خوب نشید چیزی میگه بگی. شما فکر نکنه که من برای وظیفه میگم. من لوبای آدمی که میاد تاجیکستان یک کاری به ای رحمانوف ایدم حاضره خوبتر میکنه برای همین ملت. من شما را با باوری کامل میگم که لوبای آدمی که بعد رحمانوف میاد رژیم رحمانوف خوبتر و بهتر میشود. این چیزا دانسته بگیره مردم. خب برادر عزیز بفرما کجا شدی؟ خب عبدالله جوره من که باشه هم تو میبروی سراسیمه میشه ده جه حاجی یک 4 نفر دیگه قبول شو کنم بعد هر دومو چقچق منیم. خب خالد شریپوف سلام علیکم. میکروفون تا کشا گپ زن. خالد شریپوف سلام علیکم اکا. و علیکم السلام. یه چی را من نفهمیدم اکا الماس. همین رحمانوف میگه شما که میگن که رحمانوف بروه سخت زندگی مردم زور میشوه. بله آیا امیرا میدونین شما که رحمانوف بروه جاش ده با دیگه کس میشوه پرزیدنت؟ این بدگیه که همین رحمانوف برای جوشه که از دیگه میوه. کی میوه؟ ما میخوایم که مردم انتخاب کنه برادر عزیز. این خیلی نیست که من برم زورم آخه بزنم رحمانوف بگیرم. نه این خیلی گپ نیست. من میخوام که اکا مردم الماس انتخاب کنه، اکا الماس انتخابات اکا آزاد الماس باشه. بله ما ترا فهمیدیم به همه معلومه که به همه معلومه ای جای پناهیش نیست. رحمانوف که رفت پرزیدنت میشه رستم امامعلی، دیگم کراته میشه رستم امامعلی. ایرا این برادر این عزیز نگاه اکا الماس یک گپ میگم کم ترک. برادر عزیز من نمیخوام بگو که آشکار که تو طرفدار همه آدمی یا که نه. من اصلا نمیفهمم. ما طرفداری وطن خودمونم. من نمیگم ما طرفداری تیم طرفدار اون نیستم. تمام طرفدار وطنی بیست. تو من بگو که برنامه رستم چیه برای ملت بفرما. کی چخلی؟ تینا در رستم آواز داده سودی؟ رحمانوف ششدت خشای پریچوسکاش نمیدونم مرا بیسوادیش رحمانوف ما در رحمانوف خشیش هیچی. ما در رحمانوف رحمانوف نه همچون رستم رحمان به همه معلومه. رحمانوف نوکیا بیلای نه رستم ششدت پیسنده که تو در هوای میخوایی که همون رستم پرزیدنت باشه. بیا که ما ایره هم از 100% میدونه که اخیری امی کار بعد امی ایره باید همه درد کنه. یا همه باید بفهمه که اخیری همه امی بدونه که نمی دولتی سیستم و دیکتاتوری همه باید سیستم بدونه که نه. اگر دولتی دیگه کسبی ہویا اگر دیگه کسبی ہویا که الماس دیگه کسبی ہویا ممکن که با یک شوری موری دیگه شوه با چند سال دیگه تاجیکستان عقب بزنه. برای که رستم در آبادی کشش غیرت داره. کشش انا که غیرت بیس داره انا نه بیس که اورک برای پرزیدنت بیس شدن تیار برادر نیست. عزیز اولی بیس گوش یده که ما بگم تره رستم در آبادی
رستم چند سال شد رئیس شهره؟ خیلی چند سال شده که چند سال گنرال بود نیداونه یک 2 سال شد 3 سال شد هم ترشید انا اگه تماشا کنی در دوری محمد سعید بیتلوف یگان وقت دوشنبه زتاپ نمیشید امروز چی در نمیشید؟ دوری زتاپ دوشنبه نمیشید امروز در دوشنبه زتاپ میشه کانالیزاسیون میکفن اوخی امی کانالیزاسیون میکفه گناهگار امام علی رحمان یا رستم های اگه نه کیه من گناهگار نیستم آخی من رئیس شهر نیستم من رئیس جمهور نیستم برادر عزیز وقتی من رئیس نه جمهورم از به اکل ماست از به من یک گپی دیگه میزنم تو ده اینا تو میخوایی مثال طرفداری تو 50 نفر میبروید طرفداری تو 50 نفر میبروید طرفداری رستمی امام علی مثلا بین هر دو مقصد اینم جای همین معنی میگه طرفداری رستم اگر گپ زنه شما میگن چاپلوس ده یا که طرفدار شما چی به گپ زنن ای طرف و چاپلوس نمیگن انا که گوش کو معنی ای گپی ما برای هم کانالیزاسیون تو نه اکل مات امی معناش چیه برادر عزیز تو کنش میدونی نه کنش چاپلوس معناش چیه معناش معنای چاپلوس چیه معنی چاپلوس تو شما هم طرفداری او میگن چاپلوس ای میگن چاپلوس لگنبردار تملقکار میفهمی آدمی که بعد اینمی آدمای اگه بس امی آدمایی که طرفدار شما میگردن اونورا چاپلوس بگن او بعد چاپلوس بگن ما گپی حق گفتیم من کیه چاپلوسی کردم نه کبیری را کردم نه سهراب ظفر نه محمد اقبال کیه چاپلوسی کردم تو اکل ماست تو یک گپ میزنی که محمد اقبال سهراب ظفر در می دنیا با مادر و پدر خودش خوبی کدگی نیست نظر به تو نظر به دیگه سهراب ظفر هیچی پروس و بر اومده رفت یکم درجه ما گارانت میتونم که سهراب ظفر امی کیرا اونم عمر علی قوتوف بولیمنی آدم بود همین سهراب ظفر با فرمانی نمی سهراب ظفر کشت پروس و جوش گرفت نمی کار کرد سهراب ظفر اینا ما 100% چقدر دکزد چقدر میتونم گفتم دکزد نه که تو چهره تا نشونته تمام همین تو صورت نشونته من ترا مرا باور کردم که چند بار دیدگی اکلمز مرا تو چند بار دیدگی تو یک بار سوال با سهراب ظفر تکی همین اگر باور نکردم من پسلت نیودم تا فقط کامera تجربه که تمام نه اینا اکلمز تو اینم قبول من تو جرأت نداری که روپروی من یا مخالفم تو روپروی من جرأت نداری که کامera خطی برو خطی من گپ زنی و تهمت کردی یا برادر مبارزی من در افیر من که فلان آدم فلان نکشته من یگان محلی خیلی شما را راه نمیتیم که شما بیایید اینجا نسبت یا برادر من تهمت بکنید من یگان مشکلی با سهراب ظفر ندارم نه با یگان نهضت 24 پیمانی با یگان تشنه با دادو جان تاغلو با یگان کس همش دوست ندارم همش حرمت دارم یگان مشکلی ندارم قدشون با رحمانوف هم اگر دموکرات باشه مشکلی ندارم والله رحمانوف دموکرات شوه اگر من مشکلی به هوای داشته باشم من چیزی بگی آزادی را بمونه مردم بروند فکر نظرش آزاد بگه من اگر یگان چی بگم رحمانوف چیزی بگی یگان بار درباره رحمانوف ویدیو نمیدم با یگان بار درباره رحمانوف هم گپ نمیزنم رحمانوف یک دیکتاتور رحمانوف یک ظالم رحمانوف یک وطن فروش رحمانوف یک قاتل کی میتونه این شروع نریمو وطن دوست داره کو یا تدبیری کو آزادی تو ببینین شما چه گردن نمیکنه که برای با چهره گپ زنه بوجا میبروه و سری من کارات نمیدونید تو عبدالله تو افشین مزد گرفتگی از بیست رحمانوف تو نماینده چین رحمانوف تو اصولش برادر عزیز نومی کالتا بنویسه رحمانوف تو چون چی بفرما سلام علیکم آما صبح خوبی سلامتی خوبه من برنامه را گوش کردم محمد را گوشم همین لخنکش کردیم که اولم که اولتلو را همین گجوب نام آدم کرد چه چی گسه بچه‌ها ناموس یک لخنکش در عادل
لخنکش کارنیکا گالون پیتوک بو گاب میزنه من خام کسی تر گاب دیسا بچه دست کن نمیشم باخلو یا پیتوک های نه توری پیتوک استرگم باخلو تر دان تا چی گفته سر تر دانمو سپکور گفته سر بالا بالا کسر واج تر دانمو سپکور سر او چه تاک دشمن یا پیتوک های بلا داده کارنیکا را بدون چی لخنکا را بدون کارنیکا بدون چی را بدون کنجا گرد اوندان دار برای ما تا زن تا سر دشمن کسی ما هم بدرو ما مشکل هم تو خبر نته من ای امیدوارم یا سو کاملا شگرو میکنه فقط دستگ میزنه یا امیدوارم مشکل واقعا را ما باخودم عبدالله کیه یا دیگه دیگه دفعی را باخودم ها من بچه گفتم دو کیو را باخودم با چند وقت در برنامه رو میسازی تو خودیگری آمد باشی تشکر زیاد برادر عزیز خب دیگه آمد باشه آمد باخود برنامه ساده لایک و تمامونی ساعت فوری نه کی واقعا نه شما تیگو